دوستای عزیزم، صبح چهارشنبه‌تون بخیر. من مرتضی هستم. امروز میخوایم بریم با هم بازار رستم آباد، چهارشنبه بازار رستم آباد. گفتم یه ولاگ هم از رانندگی از رشت تا رستم آباد براتون بگیرم. خیلی وقت اون جاده رو براتون ولاگ نذاشتم. خیلی وقت، منظورم کنم حدود 3-4 ماه است. خیلی وقت من 3-4 ماه. الانم نزدیک فلک گازیم. اینجا بین رازی و فلک گازه. منم که مرتضام. امروزم 21 خرداد ماه. تقویم فکر کنم اشتباه است. 21 نباید باشه. من گوشی چک کنم. بله امروز 21 چه زود گذاشت. حواسم فکر کنم حدودش 19 بود. ساعتم 8:44 دقیقه است. این پل روگذر رو هنوز درست نکردن، مشغولم. فلکی که جلوی ما هست، فلکی هم میدون پل فلک گاز. قبلا چهارشنبه بازار رستم آباد براتون فیلم گذاشتم. گفتم دوباره برم. کنم مال تابستون و پارسال باشه اگه اشتباه نکنم. همون رولوش خیلی وقت گذاشته. گفتم دوباره برم براتون جدیدشو بگیرم. برای رفتم به رستم آباد یا هم رودبار جاده تهران اینا باید بریم میدون توشیبا دیگه. ما از فلک گاز داریم میریم میدون توشیبا. یعنی پل گازه، پل فلک گاز. هوا هم خیلی گرم شده. 2-3 روز گرم شده. البته غروبا شبا خنکه. دیروز جاتون خالی رفتیم شهر بازی، دوستان پارک محتشم. تو رانندگی تو رشت زیاد گذاشتم. هم تو پلیلیست رشت میتونین پیدا کنین راحت تره، هم تو پلیلیست رانندگی هم. خیابونا رو معرفی کردیم. 2-3 تای آخر اینجوری، 3-4 تای آخر اینجوریه. گفتیم امروز هم از رشت شروع کنیم. این مسیر رو از این سمت حالا نگرفتم. دیگه هم تو چیز باشه. خیابون رو من نمیدونم چیه، ولی از چیزهای مهم توش البته ادارجات من بلد نیستم. بیمارستان محتشم یا بیمارستان شفا مال اعصاب و روان محتشم، بیمارستان حشمت، ببخشید بیمارستان حشمت که مرکز قلبه، اینا همه تو همین خیابونه. الان میریم بهتون نشون میدم. خیلی گرم تا اینجا اومده. این راهنما نذاره نگاه کنیم. یک تو دیگه با سوار ما بشید راهنما بزنیم. این تابلو رو میبینین؟ از این برم فرعی میخوره. من اکثرا از این فریه میرم که دیگه میدون توشیبا نمیرم. ولی خب چون ما ولاگ نشون بدیم این مجبوریم هم چراغ قرمز وایسیم، هم ترافیک هم میگم مسیر رو طولانی. شما خواستین اگه برین اینجا هم دو راهنما میزنن دست راست. از این میتونه راحت. خدا رو شکر چراغ سبز یمنه. بیمارستان دقیقاً اون سمت چپ چهارراه. چهارراه که ما هستیم سمت چپ بیمارستان حشمت و بیمارستان شفا سمت چپ. اشتباه کردیم اینجا این اومدیم من مسافر میزنم.
توشیبا هم که این مصلی رشت توش مستقیم میره به نیرو دریایی و امام حسین. نیرو دریایی امام حسین. سمت چپش هم که میدون فرنگ و سبز میدون، سمت راستش هم که ما داریم میریم جاده تهران. بالا زده دیدیم مستقیم لاهیجان انزلی میدون جانبازان، چپ هم که زده مرکز. این میدون توشیبا میام یاد یه خاطره میافتم. دانشجو بودیم، بفرمایید، دانشجو بودیم، بعد ما رو از لنگرود با مینیبوس می آوردن اینجا بیمارستان، می‌خواستیم پورسینا. بعد ماشین دقیقاً نزدیک میدون خراب شد. میدون این خراب شد. میدون خراب شد. چی مینیبوس ما رو پیاده کرد. برف ریزی هم فکر کنم میزه، خیلی سرد بود، چیزی زمستون بود. چی ما 4-5 نفر بودیم، 4 نفر پیاده شدیم. هیچ کدومونم، من که گیلانی نبودم موقع، گیلان زندگی نمی‌کردم، هم شطار بودیم. اون 3-4 تا میشون ترک بود، یکی گرگانی بود، یکی مشهدی بود، یکی هم که من بودم. 4 نفر. یه تاکسی گرفتیم، بهش گفتیم ما بریم پورسینا، میخوام بریم پورسینا. گفت کدوم ولی برم راحت‌تری. اون پسر مشهدی والیبالیست بود، بسکتبالیست بود، یه خورده مثلا بیشتر بلد بودیم، برای رشت من بلد نبودم، بیشتر بلد بود، برای همینجوری باز کرد. گفت نمیدونم هر جا شما سلام میدونید. هیچ این راننده برداشت این جاده تهرانه، اون رو مصلا بود. ما رو برداشت از این فلکه برد فلکه گاز، برد رازی، از رازی دور زد، از باغ از اون پارک محتشم از اون ور سرای چهارراه پرستار رو از اون ور ما رو برد پورسینا، ما رو برد اون در پورسینا. بعد اون موقع گفتیم چقدر شد؟ گفت 10,000 تومان. موقع 10,000 تومان خیلی بود. مامان من واسه یه ماه مثلا پول توجیهی به ما 100 تومان میداد. سال 90-91 100 تومان خیلی بود. این پله رو درست کردم. گذر غیر همسد، تقاطع غیر همسد. چون اون فریه که بهتون نشون دادم، گفتم من اکثر اوقات میام از اینجا در میاد، هم از سمت جاده تهران میان، هم از میاد شلوغ میشه. اینو گذاشتم خیلی البته هیچی. آقا گفت 10,000 تومان. گفت چرا سر میدونم، ما میگم چی ما نمیدونیم. گفت چرا 10,000 تومان؟ دیدی که چقدر دور بود. گفت خود اشتباه کردی، از میدون فرنگ میومدی 2 دقیقه راه بود. دیگه این هم از تاکسی ها. حتی نمیگم اینجا تاکسی ها اینجوری نه، کل ایران همینجوری. ما همینجا رفتیم همه نه، اکثرا نه، خلاصه 1-2 تا نخاله همینجا پیدا میشه. اینجوری مردم چی کنه، خلاصه یه خورده حواستونم باش. خاطره دارم. این میدون خیابون رو میخوره به میدون گیل دیگه. میدون گیل ترمینال رشت اینجاست. جای آدرس یه رستوران بهتون میدم، دوست داشتین بیایید بالا.
اون میدون گیله. ترمینال رشت اینجاست دیگه، ترمینال سواریا یا اتوبوس‌ها به تهران. ترمینال دیگه من ندیدم به جز سواریای جانبازا همین کنم. خیلی هوا گرمه. این سمت چپش گفتم ترمینال، نه یه رستورانی هست همین اوله، همین دست خیابون که ما بپیچیم به سمت این میخوره به نیرو دریایی. این میدون رو بخوایم بریم اون دست چپ میره به میدون نیرو دریایی. یه رستوران هست به نام رستوران آرشام، ترش کباب داره. ترش کباب به کباب ترش و ترش کباب با هم اسمش چیزشون فرق میکنه. ترش کباب به مرغ مثلا زرشولو با مرغ، شبیه زرشولو با مرغ، یه آب مرغ هم کنارش داره، میگن ترش کباب. کباب ترش کبابی که بهش گردو و ترشی و چوچاق و سیر و اینا میزنن، داستان فهمه. پس حواستون باشه وقتی رستوران ترش کباب داره، کباب ترش نه. آرشام چیزاش معروف همین ترش کبابش. خیلی شلوغه، جمعه با صفایی، واقعا هم خوشمزه. اینم که شروع جاده تهرانه، یه چند تا نکته داره. یکی این که از اینجا به بعد تقریبا یک دو تا دیگه سرعتگیرا رو هست که فقط دوربین گذاشتن. محدودیت سرعت 70 تاست، یعنی شما میانگین سرعت 70 تا بیشتر باشه تو اونو میزنه. 70 75 ما 70 تا بریم روش نوشته 70، معمولا تا 75 هم راه داره. بعد از اداره‌های تورا راهنمایندگی مرکزی قبرستون اسمش یادم رفت، بیمارستان امن اجتماعی رسول اکرمه، دانشگاه گیلانه. این تو این راسته اداره‌ای بزرگه، خیلی بزرگ، باز حضور ذهن ندارم. این نمایشگاهی هم با چیز میشه، همین میگن جاده تهران، همین جلوتر میریم فکر نکنم این دست راست همین اوائله. هر نمایشگاهی باشه همینجا، من پیدانو و نمیدونم مبل و هر صنعتی چیزیه نمایشگاهش اینجاست. اوکی دیگه بنزین که داریم. یادم بیاد بهتون میگم. فعلا از مسیر لذت ببرین. هوام خیلی گرمه، تاکید میکنم. دوربین دومو بس کنم، من ولاگه اخیر دیدین یا نه؟ دوربین دومو بس کنم، دیدم پایش شکست. 800,000 تومان خریده بودم من. داریم میسازیم، خوب بسازیم دیگه. این پلاستیکه دیگه، دست نمیشه. دوباره 800 تومان سفارشش بیاد. وگرنه ما رو دو تصویری میدید. شیشه جلو بردم، تمیز کردم و حالی رو مرتب کردم. هم دوربین رو بس کنم، دیدم شکست. چند تا نکته دوباره من تاکید کنم. یکی این که دوستان دوباره باز کامنت میذارن که آقا آهنگ گیلکی بذار، آهنگ خوب بذار، آهنگ فلان بذار، آهنگ بذار. اصلا خودم هم خوشم میاد آهنگ بذاریم. صحبت کردن
خود ما رو آروم میکنه، ولی آهنگ بذاریم معلوم نیست که داریم چیکار میکنیم دیگه. نه صدایی میاد نه توضیح اشتباهی میدیم. کپی رایت هر آهنگی نمیشه گذاشت. اما دیروز آهنگ نشان مصنوعی آیده رو من یک شورت ویدیو گذاشتم، کپی رایت گیر داد. این نازو کلیم بخوریم نمیشه گذاشت، چیکارش کنم؟ بعد تازه مثلا مال ما به یک شرکتی وصله، کپی رایت بخوره اون شرکت ما رو حذف میکنه، یعنی برای ما پول نقد نمیکنه. این دردسرا یکی دوتا نیست. اولا که به حال کپی رایت ما عادت نداریم به قانون کپی رایت. اون قبرستونی که گفتم اینجا بود، اسمش یادم رفت. به حال چی بگم خاله چجوریه، چون ما الان 35-6 سالمونه کپی رایت برای ما موضوع غریبی، مثلا خارج میریم تعارف کردن براشون غریبه، برای ما غریبه. اینقدر دیگه دزدیه دیگه، اسمش دیگه تعارف که ما هم نداریم. اینقدر دیگه دزدی، مثلا ویندوز نصب کردیم، مثلا کرک کردیم، برای ما مثلا تعریف نشده است کپی رایت. در حال اون زحمت که میشه برو فکر میکنیم همین یارو زحمت کشید. دوم اینکه گفتم این اینجا جاده اصلیه، جاده های فرعی رو خواهشان رعایت کنید. چند 70 تا 80 تا هم به خدا زیاده اونجا. الان من دارم 70 تا میام. جاده های فرعی اصلی نمیگم، اصلی هم 80 تا 90 تا میشه. فرعی رو حتی ولاگای رانندگیمون اگه دیده باشین، همیشه یه گاوی، سگی، یه آدم بیشوری واسه تو فرعی پیدا میشه. بعد اونجا فکر نکنی لم دادی اونجا. این دانشگاه گیلانه، علوم پزشکی و دانشگاه ادبیات و دانشگاه فنی و اینا همه همینجاست. اون سمتش ای خدا این چی دوربین داغ کرد، مجبور شدم کنار بزنم خنکش کنم چون این رو آفتابه. آقام گفتم گرمه. حالا یه ماشین مدل بالا داره اما ثبت میگیره، فقط مدلش رو نگاه کنید، عمرتون این مدل ندیدید. آها برو بجی. آها ای ماشاءالله چجور راه میره. این دور برگردون اون سم با دانشگاه تربیت بدنیه. میبرای چرخاش با هم درش در نره با یه بار یه پراید داشتم من چند سال پیش، 3 سال پیش، این باشه 3 سال دارم. پراید 132 داشتم، این سفید همجوری جلوه. بعد من کلا ماشین باز نبودم، ماشین هم نمیشتم، یه ماشینه بود تخت پلنگی روش بود، بعد من نمیستم بخونم. یه چی من گاز میدادم برسم این چیزو بخونم، مارکش آرمشو بخونم ببینم چیه، برای بچه‌ها تعریف کنم، چون این برای بچه‌ها مثلا راجع به ماشینای منطقه میگم کیف میکنه. ماشین به حال دیدید من میگم ماشین باز نیست ولی میبرسون تعریف میکنی کیف میکنم. هیچ وقت من گاز میدم به این برسم این فکر میگم مثلا یه سرگاز میداد میرفت. تا 3 بار اینجوری تلاش کردم دیدم نمیتونم بگیرمش. مثلا از این تریبون بگم این ماشین مدل بالا داره یکی داره چی میکنه، بعدا بزنید بنده خدا مدل ماشینتون رو نگاه کنه، این 2 نفر تعریف. گفتم این جاده محدودیتش 70 تاست، الان ما داریم 71 میریم. شروع جاده تهرانه دیگه، خورده بد رانندگی میکنن. حالا هم باز اینجا خوبه، خود جلوتر بری دست راستت هم میاد. میخوان سفر رو پر انرژی شروع کنم،
خاطر اینه، خاطر بیشوریشون نیست، شما اشتباه نکنید. به اینجا تقریبا میگه استاندارد، من نمیدونم چی داشت، چه شرکتی بوده، دو سه بار شنیدم میگن استاندارد. شما بگین استاندارد. من اینجا فقط دیدم کامیونا اینجا بار میزنن. اگه دوستان رشتی هستش میگن چرا اینجا استاندارد، بنویسن برای ما ببینیم، ما بدونیم اطلاعات زیاد شد. اینجا نوشته مجتمع ترابری، اینجا همش کامیونه. من دیدم کامیون دیدم. ولاگ از این جاده گذاشتیم ما، ولاگ صحبت کنیم از لوشان هم حتی گذاشتیم، از لوشان تا رودبار، از این ورم گذاشتیم تا رودبار، رانندگی تو رودبار. آن جای دیدن این رودبار رو گذاشتیم. اینجا الان جز سنگره، جز بخش سنگر شهرستان رشت. یکی دو بار بخش رو توضیح دادم و حوصله ندارم، قاطی میکنم خودم. قاطی نه، خسته کننده است توضیحش. بازار رستم آباد به نسبت بازارهای کنارش، مثلا سنگر دیگه، نزدیکی سنگره، سنگر دوشنبه بازاره. ولاگ دوشنبه بازار هم ببینید، تو بارون یه خیلی باحاله. سنگر بازار جالبی به نظر. به نسبت اون کوچیک‌تره، ولی به نسبت مثلا خود رودبار که پنجشنبه بازار اونم گذاشتیم بزرگتره. اینجا شهر صنعتی لاکان از دست راست میشه رفت. چون عجله نداری، دوستان دارم عجله دارم کجا پا برن، سعی میکنیم. اینجا دیگه محدودیت سرعت 95 است. از جاهای دیدنی تو راه هم این الان بگم، بعدم بگم ذوق زده بشین. رسیدیم میگم ذوق زده بشین. رودبار 50 تا، قزوین 159، تقریبا 109 تا. از ما ثروت گرفته اومده پشت سر ما میرفت، بهش توهین میشد. پشت سر من هیچ کی نیست، من تو آینه نگاه میکنم تا آخرین ماشین از این 500 متر فاصله داره. سرعت هم نمیریم. سوادم خورد میکنم. اینجا پارک جنگلی سراوانه، همین ورودیش اینجاست. اینم قیمت ورودیش میتونم ببینم.
ولاگشو گذاشتم و دوباره بیام بگیرم. اون قسمت پدالو داره، عکس میذارن اینستا و یوتیوب، دیدین خیلی قشنگه، مرداب مانند دوش خزه سبز، نمیدونم اسمش جلبکه چیه. این همینجاست. یه پارک سراوان هم هست میراث روستایی، اونو بلاش عید گذاشتم، اونو حتما نگاه کنید، واقعا قشنگه، حتما برید. خونه های روستایی از جای مختلف آوردن، بازچینی و واچینی و بازچینی شده، خیلی اونجا قشنگه. اون تو این جاده است، نگاه کنید جاده اینجا میبینید یه جاده فردی میخوره، فردی که نیست، جاده اصلیه. این جاده از این ور سنگر، نه، از اون ور سیاکل سنگر میخوره به جاده آستارا و ماسال و اینا. این تابلوی موزه میراث روستایی هم که میره به سمت آستارا. ولاگ رانندگی از شفت تا سنگر ما رو اگه نگاه کنید، اون از همین جاده اومدیم. اینجا هم که میخواد دور برگردون رو برگردن هم سنگر. اینجا بالا این فصل تابستون بهار میشه، اینجا تمشک و آلو جنگلی و اینا میفروشن. اینجا نزدیک پلیس راه دیگه، پلیس راه سراوان. اینجا ترافیک وحشتناکه. اصلا ما یه بار یک تعطیلی بود، عید اومدیم این پارک جنگلی، این دور برگردون این چقدر راهه، 400-500 متر هم نیست، برگردون مثلا سراوان بریم رشت اونوری بریم. از همون جلوی پارک جنگلی تا این بریدگی که میره به سمت آزادراه چی اسمش معلوم نیست، تا اونجا نزدیک 1 ساعت و ربع ما تو راه بودیم دیگه. بقیه رو شما بگید دیگه. هر ترافیک اینجاست، افتضاح. تعطیلات و چی ما سعی می‌کنیم سمتی نهیم. تعطیلات معمولا سعی می‌کنیم بیرون نهیم. تعطیلات من جمعه نه، تعطیل رسمی. الان هفته قبل اشتباه نکنم 4-5 تعطیل بود، با جمعه بی تعطیل بود. گاوو می‌بینم جو ول کرده اینا. الان شنبه هم تعطیله، خاطر عیده چیز قدیر. 5 شنبه هم که اداره جات تعطیله، هیچ دیگه. 4 شنبه میان، 4 شنبه امروز دیگه، از امروز بعد از پیدا میشه. امروز بعد از ظهر میان دوستان مسافران، قدمش رو چشم. شنبه به هر حال نمیشه گفت ما خوشحالیم شلوغ میشه اینجا، دروغ که نمیشه گفت، چون ببخشید حالا تا این به بقیه نشه ایست بیشور خودمون داریم اندازه کافی، هم تو رانندگی هم تو آشغال ریختن، هم خودمون یه سری بیشور داریم، هر جای سری نخاله داره دیگه. یه سری دیگه هم میان رعایت نمی کنن، کلا اوضاع شیر تو شیره اینجا. من دیشب یه ولاگ نه یک کلیپی دیدم، فکر کنم لایجان منوتا گذاشته بود اینستا، یارو تو بولوار لایجان، بولوار اسمش مطهریه فکر کنم، آره بولوار مطهری، خیابونای با کلاس لایجانه، همین خیابونه که به استخر از آبشار وصل میشه به شیشه گران. دوستانی که لایجانی باشن یا ولاگای ماردی باشن میدونم اونجا کجاست.
اصلا اونجا توقف ممنوعه. یارو با یه شاسی بلند نمیدونم سوزوکی بود ام بی ام بود رفته رو بولوار پارک کرده، یه لاستیکش رو بولوار یه لاستیک رو جاده، تو همون چیز پیاده روی هستن جلوش با شلوارک زنبیل پهن کردن دراز کشیدن تو همون بولوار. اصلا با هم ببینی خندت میگیره. اصلا یا مثلا نه ماشینی چه ساله سمت راست میره حتما، یا چند سال پیشم یک کلیپ بود یارو پرادو داشت اومده بودن تو گلسار تو بولوار فکر کنم گیلام با دیلمان اون برا با پرادو پارک کرده بودن چادر زده بودن. این عکسش مثلا خیلی چیز شده بود، خیلی وایرال شده بود با مسافران بر گیلان. این زمان اونجور حداقلش طبیعت چادر بزن وسط گلسار، حتی تو با پرادو بود فقیر هم باشه که پرادو سوار نمی‌شد همش. معنا کسی که پرادو داره وضعش خوبه دیگه. مثلا این دو نمونه بود شما. مثلا دریاچه عروس اینجا هست تو حلیمه جان، ولاگش هم گذاشتیم. دوست داشتی نگاه کنید، خیلی جای قشنگیه. هم جاده تهران جزء شهرستان رودباره، نمیدونم جزء رودباره توتکابون یا باید باشه. تبدیلات میشه زباله پر، اصلا افتضاح بود. هم ولاگ هست. من نمیگم مسافران میریزن، خب گفتم خود بومی هم بهتر نیستن. رندام چند تا ماشین بگیری هم جا آشغال میریزن. مثلا یه حجم مسافری هم میاد و حال که عصبانی شدن ناراحت شدن دیگه دست ما برمیاد، دعواش نباید بگیریم. بابا رو که میشه زد. گاوا رو میبینیم ول کردن. حالا گاوا معمولا چون صدای ماشین کامیون میاد جلو نمیاد، من ندیدم این وری میاد. این خود گاو دیگه نمیشه گفت یهو دیدی اومد. اسب باشه میاد، اسب اصلا هیچی نمیاد. اسبای وحشی جاده دیلمان داری میری یهو میاد، مثلا گله‌ای هم چون موشنگا اسم بال موشنگا. اینجا فکر کنم یه چیز یه خونه یه چیزیه موشنگا گفت. ذهنم من یه کلیپی دیدم. الان دارم 80 تا میرم، خب در حال آلترناتیو من اینجا 90 تا میرم. میترسم یه چیزی ببینم یادم توضیح داشته باشه یادم بره. 90 تا میرم. من اینجا رو شما 100 تا نرفتم. شما توصیه میکنم نرید. خطرناکی هست. ما شغلمون چون بیمارستانه دیدیم میبینیم، نه به خاطر اینکه حالا شما مهارت نداری، ولی خب همیشه یه آدمی پیدا میشه کارو در بیاره. جاده قدیم میخوام امروز برم، چون این جاده قدیم اون قبلا گرفتم، نمیدونم اون سمت گرفتم از این سمت هم گرفتم. جاده قدیم خیلی قشنگتر است، کامیون هست ولی قشنگتر. هوا که گرم بشه ما اینجا داستان داریم دیگه. آفتاب میخوره توش، تو شیشه و مستقیم بهش بی تاثیر نیست. وارد به خاطر گرما قطع شد.
فکر میکنیم سختی نداره. اون سمت الان نزدیک مامزاد هاشم دیگه، این پشت مامزاد هاشم، اون سمت دست چپ میبینین الان این کاروانسرای شاه عباسیه، الان کردنش رستوران. روز میراث روستایی ما ولاگ میرم یادم میره وقت نمیشه. چون تقریبا یه جزء امامزاده هاشمه، روستای امامزاده هاشم، روستای جزء سنگر، اولین روستای شهرستان رفش بعد رودبار اینجاست. اینجا که به سوغاتیش معروفه، اون دستم به کبابی و جیگرکیش. یعنی من یه بار صحبت کردم گفتم تا ما تو 4-5 صبح هم بازیم، روزها تعطیل هم تا ظهر جیگرکی ها. ما از جاده قدیم میریم که قشنگ‌تر. شما خواستیم برین از هم جاده جدید برین، چون این وقت کامیون اینا میرن جادهش قدیم هم سرعتش جدیدی هم سرعتش خوبه، سرعت بری، اینکه کامیون و اتوبوس اینا نیست. این از مامزاده هاشم هم ولاگ گذاشتم، دوست داشتین نگاه کنید. نمیدونم پلیلیست چی رش باید باشه دیگه، موقع من نمیدونم این جزء سنگره. به هر حال ما مطمئناً یه گیلانی معمولی اندازه ما اطلاعات نداره. یا مثلا تا قبل اینکه من ولاگ بگیرم اندازه کسی که گیلانگردی میکرد اطلاعات نداشتم. این ابتدای حوزه رودبار، اینجا پاییزش من گذاشتم، پاییزش خیلی قشنگه، حتما ببینید. جاده اصلی آزادراه، از آزادراه اگه میاین رستم آباد رو نمیبینین، چون رستم آباد تو جاده این قدیمه، بری میخوره یه پلی. ولاگ رانندگی تو رستم آباد هم گذاشتم، تاتکابون و رستم آباد، دوست داشتین نگاه کنید. مردم گزارش میدن. رفیق ما بود تو بلژیک، رفیق ما تو بلژیک
من استوری گذاشتم راجع به رانندگی و اینا، دیگه والا من اعصاب دیگه ندارم واقعا. من تو رشت تا مجبور نشم پشت فرمون نمیشم، با استاپ این کارو میرم، پیاده میرم، تاکسی میرم، با ماشین نمیرم، اعصابم واقعا خراب میشه. بعد گفته بود که اونجا مردم گزارش بدنه میری دادگاه حقوقت 1 ماه یا 2 ماه تو با ما جریمه ازت میگیرن. خب اصلا هم اونجا نمیدی ثابت کنی که مقصری یا نه، گفت فقط کافی گزارش بده. این هم که جالب اینه که مثلا یارو تصادف هم بکنه عبرت نمیگیره. مثلا پسرخاله ما پارسال با موتور افتاد، هم جراحی کرد، کمرشو جراحی کرد، میکنم 22-23 سالشه، 2 سال کلش باد داره. ما خودمون 22 ساله بودیم ولی خطرناک نمیگیم هیچ. 1 ماه پیش هم دوباره تکچر افتاد مچ پاش. منظره لذت ببریم ولش. از جای دیدنی اون مسیر، این مسیر رو من اون خط ریل آهانه دست چپ ما اگه بتونی ببینید. اونجا گفتم حلیمی جان تو راه میتونه پارک جنگلی دورنیکاه اونم تو اون بزرگ راهه دیگه. بخشای چیز توتکابون اینا مثل سیدشت و استخکا و غار دربندرشی و این رستم آباد حتی نرید، با ماشین سواری نمیشه رفت. سرانسر خیلی جا داشت داغونه، ما رفتیم اوایلش برگشت سواری ما هم صفحه کلاج نداره قشنگ است ولی با سواری به نظر نری بهتره. صفحه کلاج ما زیاد چیز نیست، این نرفت سروالهش هم زیاد. مثلا این رودبار همه جاش قشنگه، خیلی قشنگه واقعا، مثلا بهش نمیخوره. مثلا قبله که ما بیایم منظورم که گرانگرد بشیم، گرانگرد هم نیستیم حالا خودمون تعریف کنیم، حالا ولاگ بگیریم فکر می‌کنم مثلا رودبار داریم میای جاده تهران یه زیتون فروشیه، یا مثلا من خودم سال 95 تر بودم منجیل، من فکر نمی‌کردم اینقدر قشنگ باشه. حالا جالب‌تر بگم نخندیم من نمی‌دونستم منجیل و لوشان این جزء رودباره، یعنی شهرستان رودبار. فکر می‌کنم مثلا خوش این شهرستان جدا، اینا همشون جزء شهرستان رودبار. دوربین شاید زیاد نشون میده، من الان 75 تا 80 تا هم نرسیدم دارم میرم. اگه این خودش سرعت میره نگاه میکنه و من فیلم نمیگرفتم اینجا رو شاید 90 تا میرفتم، یعنی 100 تا 110 تا نمیرفتم. این جاده معمور هم وای میسه، این جلوتر ما هر سری رفتیم معمور بود. یه سری من داشتم میرفتم فیلم هم نمیگرفتم، یه دونه سواری شاخ به شاخ با کامیون زده بود اون ور رستم آباد، ماشین هیچی نمونده بود.
به دوستان عزیز ما تو کانادا بکنیم. یه خانم آقایی هستن اسم فامیلشون رو من نمیدونم چون دقت نکردم، روحانی فکر کنم فامیلشون باشه، چیزی محبت دارم به ما، دستتون در نکنه. مطمئنم تا اینجا رو میبینین، هر کی از دوستان تا اینجا رو دید یه قلب سبز برای ما بذاره. واقعا میگم ولاگ رانندگیمون که ویو نمیخوره، مثلا خیلی خودشو خورده باشه مثلا 2-3 هزار تا، به عشق دوستان میگیریم، به عشق عزیزانی که نیستن تو ایران، تو آینده دارن میبینن. کسی از فردای خودش خبر نداره، 4 سال 10 سال دیگه ولاگ میبینیم یا جاده اینجوری بود. یه چیز مثلا دیدم کلیپای 5-6 سال پیشه، مثلا شهرها رو یهو مثلا بهم پیشنهاد میکنه نگاه میکنم، برام جالبه. یا یه آقایی هست فامیلیش یادم رفت، میاد از دهه 80 عکس میداده، رشت عکس‌ها رو با هوش مصنوعی رنگی کرده، اون سیاسفید هم نه ولی با کیفیت میکنه، مثلا زوم میزنه. اون میدون شهرداری مثلا حالت میدون داشت، الان قشنگ‌تره به نظرم، به هر حال جذاب‌تره. خب به هر حال نوستالژیه، یه چیز خاطره انگیزه، چیزایی یادم میاد اون موقع 1-2 بار اومده بودم میدون بود، یا مثلا بازار سیاه‌کل یه دونه عکس دوستان کانادا برامون فرستادن، یه تیپ با کلاسی زده بودن از این کلاهای اسمش نمیدونم لبه دارن با کت شلوار، دهه 40-50 بود. بازار نمیشه بازار هفتگی سیاه‌کل، مثلا مردم اون موقع چقدر شیک بودن، چقدر با کلاس بودن، جذابه دیگه. اسلام آباد 8 کیلومتر، انشالله که این داغ نکنه، آفتاب روش نیست، به سایه انداخته بده. معموله اینجا وای میسه. کلیپی میدیدم آقای توضیح میداد، گفتم شاید برای شما هم جالب باشه. این راننده چیز بود، البته راننده تشنشانی بود، داشت توضیح میداد که مثلا شما جلوی یه دونه
ماشین آتش نشانی میری داری سریع هم میری، اگه آروم بری راشو میبندی اون داره سرعت میره ولی شما یکم از سرعتش بیشتره. یه جایی میرسه که مثلا شما سرعت گیری، جایی میرسه شما مجبور ترمز بزنی سرعتش کم کنی. اینا گفت این کامیون برای اینکه وایسه نیاز به هم وقت بیشتری داره هم انرژی بیشتری. مثلا همین سعی کنین با این اطلاعات داشته باشین. میگفت کامیون برای اینکه وایسه هم انرژی زمان بیشتری میخواد، هم برای اینکه دورش تندتر بشه بازم همین چیز بیشتر نیاز داره. تو رانندگیتون معمول بدونید ضرر نداره. کامیون مثل شما نیست، سعی کنین جلوشو خالی کنین بذارین اون بره. جاده منجیل به تارو هم میری، خیلی جالبه. تقریبا همینجوری باحاله. یه بارم سمتی ما رفتیم، اون موقع عکاسی میکردم بلاک نمیگرفتم باشه بگم. سبقت ممنوعه. باید دوستان میگیم شاید اطلاعات نداشته باشم. یه کلیپ دیدم چند وقت پیش، یارو همین داشت میرفت، یارو از دست راست داشت مستقیم میرفت، یکی از دست راست داشت میرفت، راه کم میاره میره راه نمیبره بدون راهنما و اینا. بعد این یارو ماشین بم زد، کلیپش هم گذاشت که واقعا چیکار میکنه. بعد کامنت ها جالب بود، میشد که اون ماشین حتی جلوتره، حق تقدم با اونه. نگاه میکردیم میانگین 30-40 بود، کامنت میذاشتم گذاشتم زیر. این مثلا حق تقدم هم حتی مثلا نمیدونن، یه سری نمیدونم کجا آینامه گواهینامه میگیرن، نمیدونم حق تقدم همیشه با ماشینی که تو لاین سرعته. حق تقدم همیشه با ماشین دست چپیه، من تو سبقت نه، تو لاین سرعت. شما حق نداری بیا راشو ببری، شما باید راهنما بزنیدش راه بگیریم. یعنی حتی این هم نمیدونه، خنده دار اصلا واقعا متاسف. روز دیگه حسابی این آفتاب ما رو اذیت، 3 بار دوربین خاموش شد. از اونجایی که من عادت دارم این کارو تمام کامل بذارم، یه دوربین خنک کردم. اینجام که رستم آباده، نمیدونم چی داشتم میگفتم. رستم آباد
جا میخوره. فوق العاده مردم مهربونی داره، فوق العاده. ما دو سه بار چیز شده کارمون به اینا خورده، واقعا کمک میکنن، خیلی آدم باحالی. یه آقا محمدی هم هست، قبلا هم گفتم پیج بهشت، بام بهشت، تو اینستاگرام سرچ کنید میاد. چون تعویض روغنی داره، من نمیدونم تعویض روغنی کجاست. این موتور تریلی داره میره روستاهای رودبار و اینا، از طبیعتش عکس میذاره. عکسایی که من از رودبار میذارم اکثرا کار ایشونه تو کامیونیتی. راستی تو خواستین توی تلگرام ما رو دنبال کنین، اونجا من لینک ها رو میذارم. مثلا یوتیوب بهتون چیز نمیاد، نوتیفیکیشن براتون نمیاد، مثلا کلیپ ها چی کنین. تو تلگرام ما کانال داریم به همون آدرس نورس 2098. اونجا ویدیو که میذارم به سرعت اونجا لینکشو میذارم، میتونین. پنجشنبه بازار کجا بود؟ جلوتر ماشینا کجا؟ اینجا پنجشنبه بازار. ما تا آخرش هستیم، آخرش میریم دوباره برمیگردیم. اینجا پنجشنبه بازار، بیمارستان سلامت نوشته. من تا آخر شهر میرم، دور میزنم براتون ولاگ میگیرم. حتما نگاه کنین. چهارشنبه بازار، ببخشید من گفتم پنجشنبه بازار، فکر کنم گفتم. تو چهارشنبه بازار، پنجشنبه بازار رودبار. قبل که داشتم میومدم هیچ سرچ میکردم این بازارش کجاست. لایک و کامنت و حمایت و تعریف و تمجید اینا فراموش نشه. فقط تعریف و تمجید. شوخی میکنم. اگه چیز مورد داری هست به جز غر زدن ما راجع به رانندگی دیگران بگید، استفاده میکنم. انشالله که خوشتون اومده باشه. دیگه باتری هم دوربینم خاموش میشد، داغ میکرد دیگه، اون تقصیر ما نه. شما به بزرگواری خودتون دارید. روزتون بخیر باشه.